به نظرتون ما چیکار میتونیم بکنیم که پارتنرمون توی رابطه بهمون خیانت نکنه؟ بهترین کاری که میتونیم بکنیم میدونین چیه؟ اینکه یه عالمه فضا بهش بدیم که هر وقت دلش خواست بره بهمون خیانت بکنه. شاید عجیب باشه ولی دلیل خیانت نکردن پارتنر من نباید کنترل 24 ساعته من باشه. یعنی اگر من بخوام 24 ساعتی آدمی رو کنترل کنم، دائم مواظبش باشم که این کار نکنه، جایی نره، یا در واقعیت اون به خاطر کنترل کردن منه که توی اون رابطه مونده. یه رابطه باید اونقدر سالم، واقعی و دوست داشتنی باشه که اون آدم خودش انتخاب کنه که هیچ جایی نره، همونجا بمونه. پس اگر من دارم یه رابطه رو کنترل میکنم باید حواسم باشه اون آدمه به خاطر کنترل منه که مونده. حالا شما بگین رابطتون چه شکلیه؟ شما دارین کنترل میکنین که طرف مقابلتون توی رابطه باشه یا خودشه که مونده؟